روز جمعه سعید به شما بینندگان عزیز مبارک باشد. برای هر یکی شما آسایشی روزگار و البته کامیابی در کارهایتان را تمنا داریم و امید داریم که هر صبح خبرها را از آزادی ویدیو منتظر میشوید. شعله گل خوجه هستم در نوید بامدادی بازم همراهتان با تازه ها از تاجیکستان و جهان. امروز 20 دکبر و در پراگ همین حالا ساعت 7 است. نخست از باد و هوا برای شما چون همیشه معلومات میدهم. در مرکز جمهوری چخ آب و هواشناسان امروز هوای ابری را پیشگویی کردند. قرار است گرمی روزانه تا 12 درجه را تشکیل نماید. در مسکو نیز هوا ابری خواهد بود و روزانه تا 2 درجه گرم می شود. در پایتخت تاجیکستان همین گونه امروز هوای ابری در نظر است و حرارت 10 درجه خواهد بود. نرگس یادگورزاده رئیس دادگاه شهر گلستان ولایت سوخت و زیردستش مرادبек نصرالدین زاده برای کرداری که به گفته مقامات شأن و اعتبار دادرسا را پس میزند از مقامات خود برکنار کرده شده. در این باره روز 19 دکبر فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امالی رحمان صادر شد. جزئیات دسترس نیست. رئیس برکنار شده دادگاه شهر گلستان است و این دم وضعیت را شرح نداده است. در سال 2018 تقریبا 10 کارمند دادگاه‌های کشور با اتهام رعایت نکردن قانون هنگام بررسی پرونده ها و صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار دادرس را پس میزند از مقامات خود رانده شده بودند. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس ها را با اعلان به باور آنها حکم های ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه ها را از سبب های اساسی چنین وضعیت میدانند. در 10 سال اخیر 25 دادرس دادگاه های تاجیکستان به زندان محکوم شدند. فعلا در تاجیکستان 450 دادرس کار میکند. ایراندین اهلیدین یکی از 4 کارمند پیشین ریاست امور داخلی دوشنبه که روز 16 دکبر به زندان محکوم شدند احتمالاً فرار کرده است. او را بر اساس 4 ماده کدکس جنایی شکنجه، ویران نمودن دخل ناپذیری منزل، برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و غیر قانونی دستگیر یا حبس نمودن گناهکار دانستند. ایراندین اهلیدین به فرق از 3 همراه دیگرش با شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی بود و در روز قرائت حکم در دادگاه حاضر نشده است. دست کم 17 ساکن دوشنبه شکایت کردند که 4 ماموری پیشین میلیسا هنگام بازداشت و برای گرفتن معلومات و حاصل کردن اقرار اتهامات از شکنجه استفاده کردند. ماموران میلیسا در مرافعه‌های دادگاهی اتهام را به اساس خواندند. یک منبع در داستانی کل تاجیکستان روز 19 دکبر گفت ایراندین اهلیدین در روز قرائت حکم به دادگاه نآمد و احتمال فرار کرده است. نماینده داستانی کل گفت جستجویش رسما آغاز شد. در گذشته 2 مامور میلیسای متهم با شکنجه ساکن دوشنبه امید حکایت هنگام تحقیق پروندهشان گم شده بودند و دیرتر مقامات آنها را بیگناه اعلام کردند. دادگاه شهر دوشنبه روز 16 دکبر 4 میلیسای متهم به شکنجه بازداشت شده ها را از 7 تا 17 سال زندانی کرد. در مرافع نهایی دادرس طاهربek موسیبک زاده پس از آنکه ایراندین اهلیدین به دادگاه حاضر نشده است او را غایبانه به 9 سال زندان محکوم کرده است. به اطلاع مقامات دادستانی و دادگاهی که پرونده میلیساهای پیشین رو زیر نظر دارند، ایراندین اهلیدین با نوشتن زبان خط برای بیرون رفتن از محل زیست در حبس پیشکی قرار نداشت. 3 همراه او فرهاد نورخانوف، اوس سبزی و امید وهابوف در تمام مرحله های دادگاهی در بازداشت بودند. روز 19 دکبر در دادگاه شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتم ایراندین اهلیدین در مرافعه های قبلی در دادگاه حاضر شده در پهلوی وکیل مدافعش می نشست و باید گفت که او ساکن شهر دوشنبه بوده. رتبه کاپیتان میلیساگی را داشت و تا آغاز پرونده جنایی در بهار امسال در ریاست امور داخلی پایتخت کار میکرد. مقامات قرغیز میگویند وضعیت در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بعد مناقشه اخیری ساکنان آرام است. گذرگاه‌های مرزی نیز در حالت مقرری فعالیت دارند. مقامات تاجیکستان در این باره یگان شرح رسمی ندادند و تنها شام 18 دکبر مظفر یونوسف سخنگوی رئیس ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت رهبران ولایت‌های سوخت و بودکند ساکنان را به مراسا دعوت کردند. روز 18 دکبر در جریان یک مناقشه میان ساکنان دهه سامانیان تاجیکستان و کوکتوش قرغیزستان حدود 10 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. مقامات تاجیک و قرغیز میگویند 2 دیواری که باعث ناراضگی ساکنان قرغیزستان گشت برداشته شدند.
روز 18 دکامبر در نتیجه لغزش زمین در مکان ساختمان ایستگاه متروی یونوس‌آباد 6 نفر به هلاکت رسید. به اطلاع وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان، جسد ساختمانچیان تا صبح 19 دکامبر از زیر خرابه‌ها بیرون آورده شد. حجم خسارات و سبب‌های رخ دادن حادثه نیز معین می‌شود. وزارت گفته است که این حادثه مورد تحقیق کمیسیای ویژه قرار می‌گیرد. یک شهروندی که شاهد حادثه بود از دیدن منظره لغزش زمین ضربه روحی دیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حضور مهاجران از جمله مهاجران کوری از آسیای مرکزی را برای رشد اقتصادی کشورش مهم خواند، اما گفت باید یک دیگر نافهمی میان مهاجران و مردم بومی از بین برده شود. او روز 19 دکامبر هنگام نشست خبری سالانه‌اش در مسکو به این مسئله داخل کرد. پوتین گفت مطابق شدن مهاجران از آسیای میانه مشکل تر است و پیشنهاد کرد که روسیه در کشورهای منطقه مکتب‌های روسی نمایندگی دانشگاه‌ها را فعال کند و دوره‌های آموزش زبان روسی را بر راه ماند. آن وقت آدمانی که از آسیای میانه به کشور ما میآیند خود را راحت احساس خواهند کرد و ناراحتی مردم بومی نیز از بین خواهد رفت، توضیح داد او. این در حالی است که مهاجران از آسیای مرکزی همواره از برخورد نامناسبی بعضی از ساکنان مقامات روسیه و لط و کوب شدن بر اساس بدبینی قومی شکایت میکنند. رئیس جمهوری روسیه گفت این مسئله نه تنها به مهاجران آسیای میانه بلکه مهاجران داخلی یعنی از قفقاز شمالی نیز ربط دارد. او گفت ایده چنین رفتار میکنند که حتی در خانه خود به خود چنین اجازه را نمیدهند. اما این به اون معنا نیست که ما باید مانع مهاجرت آدمان شویم. در نشست مطبوعاتی سالانه‌اش پرزیدنت روسیه درباره دونالد ترامپ تاثیر گرمشوی اقلیم و منع ورزشکاران روس از شرکت در بازی المپی هم صحبت کرد. ملاقات 15 پوتین با ژورنالیستان 4 ساعت و 18 دقیقه دوام داشت. کنفرانس مطبوعاتی که هر سال برپا می شود برای بالا بردن آبروی رئیس جمهوری روسیه در چشم جامعه، متقاعد کردن مردم به اینکه تقدیر کشور در دست انسانی درست است و هم پیام دهیم به آمریکا و کشورهای دیگر غرب و اروپا استفاده می شود. روز 19 دکامبر نظر پوتین را به ایمپیچمنت یا اظهار ناباوری به ترامپ پرسیدند و او گفت این اتهامات است که ساخته‌کاری شده است. پوتین افزود امیدوار است با وجود آوازدهی در مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ در سر کار خواهد ماند. بنا به گزارش خبرگزاری‌های روسیه شام 19 دکامبر بر اثر تیرپرانی در بینای مرکزی FSB خدمات فدرالی امنیتی روسیه یک کارمند این نهاد کشته شده است. آژانس اطلاعاتی تاس به نقل از مقامات وزارت تندرستی روسیه نوشت در این حادثه 5 نفر دیگر زخمی گردیدند. مرکز مطبوعاتی FSB میگوید حمله‌ور یک نفر بود و نتوانست وارد بنا شود و از بین برده شد. بنای FSB در منطقه لوبیانکا در مرکز شهر مسکو واقع است و اطراف آن را نیروهای امنیتی و پلیس پیچاندند. حمله به بنای FSB در لحظه‌های صورت گرفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در کرمل در کنسرت بخشیده به روز کارمندان ساحه امنیت اشتراک داشت. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل گفت درباره حمله به پوتین گزارش دادند روز کارمندان ساحه امنیت در روسیه امروز یعنی 20 دکامبر تجلیل کرده می شود. با اشاره با پایمالشوی حقوق انسان در ایران، ایالات متحده آمریکا بر ضد ایران تحریم علاوگی جاری نمود. ماه گذشته مقامات تهران اعتراض ضد بالروی نرخ بنزین را تعقیب نموده که در نتیجه بیش از 100 نفر به هلاکت رسیده بود. 19 دکامبر کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو گفت آن منصبداران فعلی یا پیشینه جمهوری اسلامی ایران که در تعقیب و بازداشت اعتراضگران آسایشته دست دارند از حق ورود به آمریکا محروم خواهند شد. همچنان وزارت مالیه آمریکا بر ضد دو دادرس که نسبت فعالان حقوق بشر، ژورنالیستان و اقلیت‌های مذهبی حکم‌های بی‌رحمانه صادر کردند تحریم جاری نمود. کنسول قرقیزستان قادربک میرزابایف گفت 14 شهروند کشورش که در شهر خباروسک روسیه کار می‌کردند به وطن اخراج می‌شوند. به گفته او در دادگاه اثبات شد که آنها قاعده‌های بود و باش را نقض کردند و دادرس نیز قرار کرد که مهاجران اخراج شوند. در میان آنها افرادی نیز هستند که از سوی ماموران امان روسیه شدیداً لط و کوب شده بودند. میرزابایف گفت 14 نفر شکایت کردند که از سوی امان لط و کوب شدند و مقامات حفظی حقوق نیز آن را بررسی دارند. به گفته مهاجران 12 دکامبر کارمندان امان حدود 80 شهروند قرقیزستان را بازداشت و دوام چند ساعت زدند. این شهروندان اساساً به حیث راننده کار می‌کردند.
گروهی از کارمندان گیمنازیای اقتصادی شهر دوشنبه با یک نامه باز به دستگاه پرزیدنت، اجنسی خدمت دولتی و وزارت معارف و علم تاجیکستان شکایت بردند که فعالیت مدیر این مؤسسه را دوباره تفتیش کنند. در یک نسخه این نامه که به دست رادیو آزادی هم رسیده است، از آن نگرانی شده است که مدیر این مؤسسه بعد قطع شدن پرونده جنایی و قانون عفو در نسبتش هنوز هم کرسی رهبری را حفظ کرده است. گلستان صابر و مدیر گیمنازیای اقتصادی دوشنبه میگوید او بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد شده هیچ گونه داغ سودی ندارد. در یک پاسخ به شکایت گروه آموزگاران در اجنسی ضد فساد که نسخه آن هم در دست رادیو آزادی هست، گفته شده است که علیه گلستان صابر و بر اساس دو ماده کدکس جنایی یعنی ساختکاری خدمتی و از آن خودکنی یا اسرافکاری پرونده باز کردند. اما دادگاه نهایی شاهمنصوری پایتخت ماه اکتبر بر اساس قانون عفو پرونده جنایتی نسبت صابر و را قطع کرد و او را از جوابگری جنایتی آزاد نموده است. خود مدیر این مکتب ادعا دارد که این گروه نسبتش خصومت دارند و در اصل او در این قضیه یک جبر دیده می باشد. در سرایست معارف پایتخت به رادیو آزادی گفتند از قضیه آگاه می باشند ولی تصمیم برکناری گلستان صابر و را آنها نمیگیرند. این گیمنازیای سال 2008 تاسیس یافته، حالا 560 دانش آموز دارد و نرخ تحصیل در یک سال حدود 6000 سومانی بوده است. گروهی از آموزگاران و کارمندان گیمنازیای اقتصادی شهر دوشنبه از آن شکایت دارند که رهبری فعلی این مؤسسه برخی را از کار رانده، گروه دیگر را مجبور کرده است که از ادامه فعالیتشان داوطلبانه دست بکشند. ادعایی که گلستان صابر و رد میکند و میگوید برکناری هر کارمند این مؤسسه سبب دارد. و 3 نفری که در شبکه یوتیوب درآمد کلان در این دوران از طرف مجله فوربس اعلان شدند، آنها در سال گذشته از 18 تا 26 میلیون دلار به دست آوردند. در جای اول کانال رایان کاجی 8 ساله بوده است که نام واقعیش رایان گوان می باشد. او در سال 2019 26 میلیون دلار کسب کرده است. او در کانالش اساساً قوطی‌های بازیچه ها را گشوده با آنها بازی می کند. بعضی از نوارهای کاجی تا 1 میلیارد بار تماشا شده است. در جای دوم کانال دود پرفکت است. گروه در ایالت تگزاس آمریکا مستقر بوده کارهای ناممکن را به سامان میرساند. مثلا از داخل چرخبال به سبد بسکتبال به استیلو گل میزند. این گروه در سال 2019 20 میلیون دلار به دست آورده است. در جای سوم باشد شهروند 5 ساله روسیه آناستاسیا رادزینسکایا می باشد که 70 میلیون ابونچی داشته به زبانهای روسی، انگلیسی و اسپانیایی صحبت ها و قصه ها می آورد. طوری از شهرهای شما دیده می شود. بینندگان عزیز، در میان شما نیز تلاش برای پیدا کردن موقع در بازار یوتیوب کم نیست و حتی طوری می بینیم نشرهای اخبارهای ما نیز گاهی برای ترغیب به کانال های شخصیتان استفاده می شود. و چون همیشه اکنون در پایان صحبت من از قرب اسعار خارجی برای امروز که از طرف بانک ملی تعیین شده است برای شما معلومات میدهم. 1 دلار 9 سومانی و 69 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 78 درم و 1000 روبل روسیه 154 سومانی و 50 درم را تشکیل میکند. یعنی نسبت به روزی گذشته 50 درم بازم بلندتر رفته است. سپاس میگم که ما را تماشا کردید. تا این دقیقه ها و خبرهای تازه را از رادیو آزادی شنیدید. من شما را بازم منتظر خواهم بود در دوام روز جمعه. بازم مبارک باشد و با امید دیدار.